طرف چی؟ آخی آمد باز میگو وی عروسی توی افتگی کو به فکرم که ما زفترک در عبد میکنیم عبد اون هفته دیگه اوشون منو پگاه به فکرم نمی عروسی توی عروسی هسته که اگر این همه روز ما بازار رایی کنیم شکو به فکرم که دین میویا نمانده که خودم عروس بکنم نمانده ده چه یاش اینا ها؟ هی و علیکم برسوا چه جا؟ او این قدر کردی؟ همین میتونی که در خانه ما یکان زمان نیست ما دو مردینه همین کلی خانه ما رو خمام بکنیم اینا روزی خود چی؟ حوله و تم نروسته ما خمینی من نپخته ما یا پدرم پیسر آخی این احوازی که تی خیلی کسی خیلی دیگر آمده سی راو کار باری خانه ما رو چی کار در عبود بکنیم با خمال همه حوله و خمیر بکنیم خیلی کار داشتیم آخه بیر کرده کار داشتم آبا ما آتم آورده که کیلن تبه بیگفتد شرمنده کنیم اونا این هم احوازی دیر کسی آبا یکی ما این هم میسول یکی ما دختری ایتر چقال خوش رو بیام بگیرم با تو چی کار میکنی؟ ما؟ بر قصدی تو اینی آتی بزن تا میگیرم تا ده مویندر میشم انا به حال روز تبین هماخی برگم شکتی همین نازو تیمه ای همو توی آمدگی موسفید هیچ به خود نمیام که نمیام آخه همو توی دگیل تیم بردیم همی زفر جونه شگرانش خیلی سیرفته همه اولیچای کرکی ویو رایتنی درخ پال نگرفته کنده یو وی تویدار فیرو کر این نویری شما گفتم ها همه خیلی گپای بیزیب گفت که ایزوگی ما ایروی قریبه کم دیده بخواب فهمیدن که همون زفر نویری من او با نفهمیدن موسفید آخه کارش که نمیفهمیدن او کارش مایلی با این دین سحری ای مکتب آمدن ده ای بچه زنی که اینی کمپیر همسایه قطعالی جنگ دیم هر دمو وقتی ای مکتب آمده نشده روچکه قطعی در تنهای کرتی سفیدی نویری و گرفته خط کشیده وی آنمی اومد دیگه و کمپیر همسایه بسرمان همه خونه عقل یاد نمیتین تمیز یاد نمیتین گفتم کجایی میریم ایروی همه گپشنوی موسفید همون زفر رو بگو این همین قدر دفترهای خالی مکتبی موندگی نخواد اکتنی همه آدم خط بکشیه خواهی چی بگم شاخی موسفید تویده نگفتن که این صاحب درکش کیه ای گوده که ایگون چی نگفتن؟ آنو گفته میمونن موسفید گفتن چی گفتن؟ گفتن ای همو جمعه رای بین همو زنکا دادری همو خانه ششتگی بدیم فیرا کدن ای همو جمعه روی ایزا کشیدو مایلی همش نفهمیدن که تو زنی کی او چخی نفهمیدن موسفید؟ فهمیدن ما گفتم کاش که نمیفهمیدن کاش که نمیفهمیدن السلام علیکم بیا آمدی زفر جان؟ بیا ایچی بیا چه خیلی میشه نغزی سازی معلومه که نغزی ای مکتب کی آمدی؟ این حاضر ای مکتب آمدم این روز ساعت 1 ده نه چی بوده مجلس پدر مدران شما مجلس پدر مدران پیدا کردن چی؟ مجلس پدر مدران بوده در مکتب شما رو مجلس پیدا کردن هر دوتا اوف همین روز برای چی؟ برای من؟ برای تو همین یک هفته اخیران شد که ما ای همین پرابلمای تو بیر نرومده سه توی دو بردیم تا در همونجا شرمنده کدیم آنه ای گوده که همسایه رو گرفتی خط کشیدی ای گپ شنوشیده من که با در همین مکتب ای همون معلیمای شما گپ نفهمیده موندیم ها؟ هماخی من نمیدونم این روز بعد مجلس پدر مدران شما اشتراک کنه کی گفت؟ معلیمم معلیمت؟ تو برای همون معلیمت بگو کی؟ تو برای سنی معلیمت بگو کی؟
برا بگو که من صغیره یم هماخی